باشم صاحبی حق میباشم غلبه میکنه هورا صاحبی حق میباشم صاحبی حق میباشم زنده حق میباشم رفیقان اگر آماده باشید آغاز میکنید من آماده من تیارم فرما بچه ها براندن اجازت است صالح ظریف آنها میپرونند کجا شده آدم ها زخم برداشتند دار کمکم کنید دار این رو دار زودتر دار کمکم کنید بیا زخمت را بندم آرام شو ترسیدن در کار نیست از اینجا زر میکنیم انا با این لطه میبندیم ای شرف دختر و سرد فاشیست دمت را گیر فاشیست آیا دیوانه شده دختر زخم برداشته است نبینید آیا تو را زدی بیسرم رو از پی کارت شو گبزن تو را زدی گفتم رو از پی کارت شو رفیقان این فاشیست رفیق ما را زده است او را میکشیم پراکنده شوید زودتر پراکنده شوید حیوان های احمق به هیچ کس رحم نمی کنند تیرپرانه رو بس نکنید دوام دهید چیکار میکنی ها؟ سلام در کجاست؟ کی ساختی؟ برا گوش کن من نمیدونم شما آدم های مانجن میباشید همین خله او در کجاست؟ سلام در کجاست؟ کم بزنی یا نه؟ از دستت یکم کاری نمی آید قطر نباشد تو را میکشم اجایی تو نزدیک است حیوانی بشنم اکنون به تو نشان میدهم اینجا بیا حیوان گمزن با تو چیکار کنم حیوان اینجا بیا آیا تو را با پایان پرتایم نپرتا التجا میکنم اکا از این سامایی بگونم چی میخواهی؟ اکا التجا میکنم شما چی نیه دارید نپرتا اکا جان نپرتا احمق بیهوش نشو احمق
آقای مدیر در بالای یگان کس نموند همه را دستگیر کردیم آفرین از بالای بمب پراندن خوب شد همه اشون به نزد شما آمدن برای ترکیش آماده باشید ای احمق ایستا به یگان جو گریختن نمیتوانی میآیم بیا از اینجا میرویم دخترچه زیبا کجا رفته باشد سومن تو کجا شدی سومن مرا میشنوی سومن ایستا میگویم ایستید از جایتان نجومید اگر یک قدم دیگر میزنید میترک کنم حرکت نکنید در دستت بوده رو پرتو سلاحت رو پرتو نباشد میترک کنم گمزن دخترم در کجاست او رو به کجا بردید گمزن گفتن نمیتوانم گمزن باید گپ زنی نمیفهمی گمزن هر کاری که میخوای کردن گیر خواهی مرا بکش اما اصلا دخترت را نببینی ایستا نپران اما شو میگویم زودتر گمزن در نزدیکی های توزلا در طرفی توزلا تو رو قش شدی زودتر گفتم در خیابان نیلوفر بنا است یا تخانه آدم بر این گمزن در یک تخانه سلاحت رو پرتو نباشد میترک کنم تو را همراهی رفقت میترک کنم نیلش خوب شده از آرام شو سلاحم را میپرتایم طبق گفته ای تو عمل میکنم آفرین نجوم ایست در جایت فکری ترکاندن را نکن مرا عصبانی نکن تو با من دروغ گفتی ها؟ بله از کجا فهمیدی؟ پرتو میگم پرتو گفتم پیش از دخترات میبری پرتو سلاحت رو پرتو دخترت را اصلا نمیبینی سبب ندیدنت مردن توست اول دخترت را میکشم ایست پلیس سلاحت را پرتو اکی ساله اکی ساله
акай соле хуб ҳастӣ? Акай соле, ака ягон чӣ гӯй, гап зан, ака. خدایا پدرم چیزی شده است. چی شده است جونکم؟ نمیدونم، حالش خوب نیست. نوزیه تو چی ها میگویی؟ یگون گپ نشده است. اپا من حس میکنم، قسم میخورم که به سر پدرم حادثه ناخوشی اومده است. من از اینجا برارید، زارا میکنم، برارید. نزد پدرم رفتن میخواهم. نوزیه جونکم آرام شو. نه اپا جون، من نزد پدرم میروم. باید چی کاری کردن؟ نه جونکم یگون چیز نشده است. آرام شو. پدر گوش کن، حالا که فرصت داری بس کن. اگر یکون حرکتی ناجا کنی تو رو میپرانم. سومن چه حال داری؟ ماجر هم در اینجا بود. عارف زودتر، اکای ساله رو پروندن. حالش خوب نیست. عارف مرا میشنوی؟ اکای ساله رو پروندن. عارف میشنوی؟ ظریف تو چه ها میگویی؟ زودتر به اینجا بیایید. احوال اکای ساله بسیار هم بد است. در خون آغشته است. عارف زودتر شو. خون زیاد میرود. چی گپ شد عارف؟ اکای ساله رو پروندن. چی؟ ظریف میگوید که احوالش وزین است. خدایا نگهدار. زودتر باش. دویدیم. اکای ساله قربانتون شوم، صبر کنید. اکای ساله قربانت شوم. اکای ساله صبر. این حادثه چه خیلی رخ داد؟ آقای مدیر ماجری بیشرف او رو پراند. ماشینیوری تجلی رو جغ زده؟ جغ زدم برادر، حاضر می آید. جغ زدم. اکای ساله صبر کن. اکای ساله تا دخترت را نیابیم به یگان اکای ساله برام که پراند. این کار کی است؟ اکای این کار را ماجر کرد. برادران این شخص سنم را هم دزدیده است. حالا سنم در دست او میباشد. تو چی میگویی؟ قسم میخورم اکا. نامردی خونخوار. کارلوس آرام شو. او را حتما میابیم. حالا باشد فکر اکای ساله را باید کنیم. فهمیدم اکا. اکای ساله صبر کن. اکا جان. نازیه جان، اکای ساله کاش او را آخران مراتب میدیدم. صالح او را میبینی؟ انشاءالله در پیش روزهای خوب میباشند. صبر کن برادر، صبر کن. صالح نجات میابی. صالح نغز میشوی. صالح اکای ساله ماشینیوری تجلی کجا شد؟ اکای ساله کجا شده شما؟ زود باشه. زودتر میمونن. زودتر اکای ساله چی رو نگاه کرده شده؟ از برای خدا زودتر باشه. زودتر. اکای صالح. Хочется сладкого? Лакомка от фабрики Ата – это то, что нужно. Вафельный сюрприз и шоколадное удовольствие. А теперь еще и лакомка мини – маленький праздник каждый день. Лакомка вафли в шоколадной глазури от фабрики Ата – самое сладкое удовольствие.
آوالا یک طرف ایستد یک طرف ایستد رونق شاید یک طرف ایستد برادر یکون چیز گوید آخی در حال عملیات کردن لازم اکای ساله طاقت کنید انشالله خوب میشه تستا زودتر یک طرف ایستد یک طرف رونق شاید دکتر را بگو زودتر دکتر نیستن آخر بگوید زودتر بیاید خدایا توبه این بیگانخانه را چپه میکنم болта آرام شو برادر اکای ساله کمی بعد در عملیات میشوید همش پسی سر میشود انشالله صحت سلامت میبرو یکا از نازیه جان خبری هست خاطر نشو اکا خدا خواهد میابیم آن به شرف رو میابیم اکا تو نگران نباش میلش التماس دخترم رو یابید اکای ساله به شما قول میدهم که میابید آخر این دختر کجا شد از برای خدا کجا شد لطفا یک طرف ایستد به او چی شده است تیر خورده است خون رویش خیلی زیاد است جراحی کردن لازم این خیلی باشد زودتر بسم الله رجب با تلفن جواب ده آخر دیوانه میشوم در اینجا بینندگان گرامی نمایش تظاهرات در روز 1 می رخ داده را دوام میدهیم و تظاهراتگران آتش کشاده شد موافق معلومات آخرین مقدار زخمیان به 9 نفر رسید یکی از زخمیان کارمند تعیینات مخصوص است احوالش باشد خیلی وزین است و منطقه یاری احتیاط تجلی روان کرده شده در کجا میگردی آخی؟ یک دقیقه شما را فوراً جراحی کردن لازم اجازه دید شاید که دیگر نبرایم حقتان را حلال کنید انشاءالله صحت میشوید اکای ساله این گپ ها رو نگویید تقدیر خدا هرچی که خواسته باشد همان می شود من حقم را حلال می کنم ما هم پیل کردیم اکای ساله آرام باشید حلال شود اکای ساله حلال شود اکای ساله حلال شود اکای ساله هوا شود ببخشید نازیه به شما امانت همین قدر کفایه هر یک ثانیه برای ما مهم است عارف لبی تو شنیدی بله اکا نازیه به ما امانت شما آرام باشید اکا لطفاً جنابان کندی رفیقان کارلوس از سنم یگون خبر هست نه آخیر جزای اینو به کاران را خدا دید من اکنون به اویله سنم نمیدونم چی گویم آن نابکار از کجا و چکر میابه ما؟ اگر میافتیم به دستم میافتیم او را به کسی نمیگذاشتم خام میخوردم این ابله از کجا پیدا شد نمیدونم کیست وای اکا نمیدانم چیکار کنیم حیرانیم نازیه نیست سنم نیست اکای صالح در این حال
خدایا با ما مدد کن. با تلفنت جواب ده. 1 ساعت با زنگ میزنم. فاطمه زنگ میزند. حاضر وقتی این نیست. این رو بینم. برایم خاموش کرد. اما رجبی من به چی فکر حالا مشغول است وگرنه هرگز این خیلی نمیکرد. قربانی نوبتی همین است جانم. این زنی بالتا می باشد. چیکار کنیم این زن را؟ گرفته میبرید. من در ماشین میشم. یک وخوری دارم. شد جانم. تو راحت باش. ما حل میکنیم. خواطر نشم. مایلک سردارم. اکای ساله را برای جراحی در آوردند. احوالش وزنین. البته سردارم خاطر نباشد حتما به شما خبر میدهم. چی شد؟ سردار چی میگوید؟ در بین تظاهرگران هم زخمیان وزنین بودند. اکا از مجریگان خبر هست؟ اشرف گرفته است. همه جا را کفته ایستاده میگویند. او خدایا دیوانه میشوم. یا ما یکان خطای کردیم نمیدانم آخیر. چی گفته ایستاده ای؟ نمیدانم. به سرم فکرهای خیلی میآیند. مایلش همه آرام شود. صبر کنید. فراموش نکنید که خدا با صابران است. این را هم پسی سر خواهیم کرد انشالله. فهمیدید؟ انشالله. خودتان را با دست گیرید بچه ها. انشالله. انشالله آقا. تو به همون تلفن جواب ده. آخه زنی بیچارت خواطر شده است. چی شد زنک؟ رجب جان چی خیلی ناز هستی؟ ناز نیستیم زنک. در بیمارخانه ایم. اکای سال زخم دار است در جراحی. شنیدم رجب جان شنیدم. در اخبار نشان دادن. خواطر شدم. تو چی خیلی غمگینی ها؟ از آن هم زیادتر. نمیدانیم فکری کدامش را کنیم. نازیه را دوست دیدند. عروس شونده کارلوس را هم. وای نه کسی هست که به سریمون بلا شد. زهرشون مدام به ما میشه کند. تو هم احتیاط شو فاطمه. در خانه تنها نمان. به خانه پدرت یا به نزد همسایه ها. به من کی میرسیده است؟ کلاشم رو میبرم. کی به من دست میرسونده است؟ تیرو در پیشونیشان جا میکنم به خدا. تو را بیهوده بلای 7 دسته نگفتند فاطمه. و تو دست میرساندگی اجلش رو میابد. و فاطمه بگو با احتیاط باشد. از دستی آن وحشی هرچی آمدنش ممکن. این در اینجا بوده ها هم میگویند که با دقت باش. خیر بدگر میزنیم. مالش به ما کی ضرر رسانده میتواند. به سر خودشان بلا میخرند. به ما کی ضرر رسانده میتواند به خودشان بلا میخرند. اجل سکی رسید به دیواری مسجد توبه. شما کیل ابو شما دشمنید فرما شما رو میکشم. به تو. چی داد میزنی؟ گفتم که تو رو میکشم. خیز گفتم. بیا هنوز دوام دارم. خیز کنی از جات؟ خیز. تو در حقیقت دیوانه بوده ای. خب کن که دندانهایت را میشکنم. دو کس از عهده یک زن نبر اومده.
وای دیوونه است دختر. شما کیه؟ چی میخواهی؟ یا اینکه نوزیه رو تو دوست دیدی؟ اشکان نماد را گیر برای خاموش ایستی کلی پشتر رو سرده را گرد سرده را گرد دیوونه من باتون شان میدم. نماد را گیر خاموشی دار شما چی خیلی آدمی؟ جزایت رو خدا میدید انشالله. ما به سوی زمین نمان میرویم شما از پی کار شد گفته هایم را کنید رجبی ما رو میشناسید همه تو رو میکشد میبینید. پروا نکن تو را از رجب جدا نمیکنم او هم کمی بد میآید انا آن وقت کی چی کار میکند میبینید همشیره شما کجا شدید؟ بیمار در جراحی کمی زودتر. چی شد؟ یگان مشکلی هست؟ آروم شوید هیچ گپ نه. احوالش چی خیلی است؟ نظم شود؟ من دکتر نیستم همشیرم جناب. التماس او را نجات دهید یک دختر 10 ساله دارد. دکتر از دست شما در رو کرده ایستاده است. در اینجا نشسته انتظار شوید. میلش ما را ببخشید. بیا رفتیم باز خون لازم است. بیمار را از دست میدیم. دلش از کار موند. خون رویش نمیزن. رگاهش به کفیدن آمدن. نبضش حالا هم خیلی پست است. بیمار رو از دست میدیم. در اینجا خون جمع شد. زودتر آن را کشید. زودتر. دلش از کار موند. الکتروشوک را آماده کنید. زود. الکتروشوک تیار است. 3 2 1 سرده. نازیه ما رو در اینجا منتظر شد. دخترم نازیه نمار دخترم نمار دخترم پروردگارم از عمری من گرفته به دخترم ده التجا میکنم تقدیر ازلی را تدبیر کرده نمی شود. تو باید این را بفهمی. اکنون من چی کار میکنم؟ به خدایی که سر رشته همه کارها در دست او زاری کن. پروردگار از عمری من گرفته به دخترم ده التجا میکنم به جای دخترم جانی مرا بگیر. به من مرگ دخترم را نشان نده. خداوندی تعالی هرچی خواسته باشد همان می شود. دعای درماندگان را بی جواب نمی گذارد. به خدای مهربان دعا کن. امیدت را تماما نکنده به خدا دست دعا کشا. مشکل کشای همه ما خداوند است. 3 2 1 خیلی خوب از مرگ رهی. خیریت پسی سر شد. هنوز هیچ چیز پس سر نشده است. حیاتش خیلی هم در خطر است.
من چیکار کرده ایستادم از برای خدا؟ سلام در دست آن بیشرف من باشم در اینجا در کنج بیمارخانه هستم. کارلوس اگر یگان معلوماتی می داشتیم خاکشون را باد می کردیم ولی نداریم برادر. باید یگان کار کرده او را دستگیر کنیم وگرنه اون نابکار بسیار نامعقولی های دیگر خواهد کرد. این آدم حالا نمیداند که با کی سر و کار گرفته است. اگر نام من عارف باشد، اگر ما گروه تعیینات مخصوص باشیم، آن رزیل را به قعر دوزخ روان کردن قرض ماست. اکای عارف این آدم را یافتن در کار، یافته او را بوغی کرده میکشیم. البته میابیم و بوغی میکنیم، چنان میکنیم که از تولد شدنش پشیمان میشود. اگر او را نیابم انتقام اکای صالح و نازیه و سنم را نستانم، این سلاح را دیگر در دستم نمیگیرم. اگر حسابی همه این کارها را از اون نپرسم من هم دیگر نمیگیرم و بر روی هیچ کس نگاه نمیکنم. به من وعده دهید. وعده دهید آن بیناموس را میابیم و حتما او را به زانو میشینانیم. عارف تو آسوده باش اکای عارف، گفته هایت را یک یک به جا میاریم. همین که اون به شرف را یافتیم اون طرفش آسان. کی باشد؟ خدای توبه. الو؟ کارلوس مرا گوش کن. سنم تو در کجا هستی؟ سنم تو خوب هستی؟ کم زن و خیر. سنم الو سنم در کجا؟ چه خیل بوده است؟ یگان چی گفت یگان چی فهمیدی؟ بلا زنت علاقه قطع شد. درها زنگ زن. رقم نبر اومده که این کارو کرده نمیتوانم. التماس این رو به خود رو نمیبینم. تو نمیتوانی ولی من میتوانم. من دیده و دونسته این کارو نمیکنم. شما میخواهید که من شخصی دوست داشتم رو به مرگ برو کنم. من فرق ندارم. خودت میدانی. من او را میکشم. نه نکن این کار رو. آخر او کودک است. طفلی بیگناه است. انا حاضر. میبینی میکنم یا نه؟ تو بازدید دوست رو یک. مایلش ایست لعنتی ایست. زنگ نزنید پسرم. زینهار زنگ نزنید. این دوم است. مایلش الو کارلوس گوش میکنم سنم. که این پست نازی همراهش است. سنم نازی همراه توست؟ ها با من است. همراه هم خیلی خوب است. تلفن یکی از اون برو دوزیده به تو زنگ زدم. خب در کجایه؟ سراغه رو به من گفته میتونی؟ سراغه؟ این سراغه رو بله میگویم. در خندیل در یک بیرون برو داشتن. در نزدش نقطه سوزشواری هم هست. خیر؟ آن را که گذشته به طرف روز
гардед. баъди 1-2 километр дар тарафи рост як хароба ҳаст. ту хавотир наша санам. иншоаллоҳ омада туро халос мекунем. ором бош. касе чизе нафаҳма санам, фаҳмидӣ? мо ҳозир мебароем. майлаш. шукронаи худо ниҳоят ёфтем. шукронаи парвардигор ака. шукронаи худо. худо ҷазоятонро диҳад. ҷавоби ин кори кардаатонро медиҳем. бисёр гап назан. бодо боначӣ. вагарна ба сарат бало меорем. ой, апай Фотима. Нозия, духтарам. ту хуб ҳастӣ, духтарам? ман метарсам, апаҷон. натарс, зебояки ман. шуд, баъд суҳбат мекунед. падарам кай ба инҷо меоянд? меояд, ту хавотир нашав. падарат мумкин наояд. ҳоло дар зери амалиёт. мурд ё монд худо медонад. дурӯғгӯ! ин дурӯғ мегӯяд, ҳа апаҷон? падарат сиҳат мешавад, ҷонака. духтар, кане акнун гирья накун. падари ман қаҳрамон аст. далер аст. ту ӯро паронда наметавонӣ. падари туро ман парондам. даматро гира била. наметавонӣ, гуфтам наметавонӣ. агар бовар надорӣ аз ин духтар пурс. рост мегӯяд, апай Фотима? падарам ягон чиз шуд. не, духтарам, ҳеҷ чиз нашудааст. ту ғамгин нашав. маро кушоед. ман аз падарам меравам. ором шав, ҷонакам. ором шав, духтаракам. Нозия, нозия, мо ту ҳастем. худро ба даст гир, нозия ҷон. ҳамаш мегузарад. ором шав, духтаракам. нозия, мо ту ҳастем. нозия. набза шикр. пурра ба ҷона омадааст. хунраӣ идома дорад. дарҳол хун додан лозим. ҳама хунҳои бударо истифода кардем. дарҳол эълон кунед. аз наздиконашам пурсед. равед хун ёбед зудтар, вагарна мемурад. бале сардорам, каме пештар занг зад. мо зуд мебароем. хавотир набошед, сумандар ҳаминҷост. албатта занг мезанам, сардорам. зудтар бароҳ баромадан дар кор. рафтем зудтар. рафтем, короҳ гардед. ҷаноби ориф, чӣ шуд? барои беморатон оҷиан боз хун лозим. чӣ, худатон надоред? имрӯз 2 амалиёт доштем. афсӯс ба қадри дарборӣ надорем. гурӯҳи хуни шумо ба фикрам мувофиқ буд. лекин ман барои кори муҳиме шитоб дорам. медонед дигар чорае надорем. мо меёбем, вале дер мешавад. ака ту инҷо мо меравем. корат ки тамом шуд, меоӣ? хайр, майлаш. ҳушёр бошед. паноҳатон ба худо. шумо ҳам дар паноҳи худо бошед. марҳамат, биёед. акаи ориф онҷо сардорам. ман болта ва карлос меравем. майлаш сардорам, шумо қувваи иловагӣ фиристед. дар он ҷо мо мехӯем. майлаш сардорам. хуб, хабар медиҳем. гирья накун, духтар. гирья накун. иншоаллоҳ халос мешавем. чӣ хел халос мешавем, апай Фотима? чӣ хел? дуо мекунем, духтар. кани бигӯ. аз худо умедамонро меканем. не, намеканем. ин хел бошад, дуо мекунем. апа, охир бо дуои мо. майлаш, ин хел мегӯям. худоё, худовандо, моро аз дасти золимон халос кун. омин гӯяд охир. омин. моро сиҳату саломат ба оилаҳоямон расон, худоё. омин. шумо дар инҷо чӣ кор мекунед? тавба кардам, худоё. дуо карда истодаем. халос шавиятон ба дуо вобаста аст. донед ки коратон тамом аст. мебинем ки кори ки тамом аст. инҳоро барои намоиши мустақим омода кунед.
کنی خیلی گاد نزن خاموش سرده مرا سرده مرا سرده مرا میگویم اسمو چی میخواهید سرده مرا سرده مرا میگویم سرده مرا میگویم سرده گفتم آرام باش سرده مرا نه جون گفتم ایست سرده مرا میگویم بابا تو دمت رو گیر گفته پدرم زنی شمرو بابای نرس دستانت رو میشکنم فهمیدی مرا شرم نمیداری که یک کودک خردک رو میزنی چه خیلی آدمی وحشی بوده اید شما نه جنب این کرسی ها برای چیست؟ یک تاش برای شوهر رجب در اینجا چی کار دارد؟ تو رو پزمان شده است به همش دام گذاشتند همکارانی رجب هرگز به این دام نمیافتند همه شما را میکشند میبینیم نه جون گفتم نه جون پدری من دادری تو را کشت چه زور من نگرمای نشم کودک شدک نمیگویم یکم تو را میکشم کشتنی باشی کش پدرم تو را میکشد سرده یاری ایلاوگی هنوز نامده این است آدم ماشین را چنان ران که یاری ایلاوگی به ما نمیرسد برادر جان نوزیه و سنم در خطر است البته که همین خیل میکنیم اکای ظریف صلاحیتی فرماندهی از توست بگو چیکار کنیم یاری را منتظر شویم گفتنیم ولی تو منتظر شده مرا نمیتونی ببخش برادر ولی به فکر من حمله باید کنیم اکا این فکر به من معقول با دقت باشه دکه جدا نشده یک جای میداریم خیر بسم الله کارلوس به فکرم در اینجا کسی نیست آهسته احتیاط نیمی حیات شاید این بازی باشد به فکرم همین خیل است بچه ها با دقت اکای سلام است ایست کارلوس آروم باش آروم شو ایستا خواهش میکنم ایستا خدا زند شما را تازه است کسی ما رو احمق کردین دام است اکای خیل نیست در تلفن سنم بود اکنون دیر شد آمده ایستاده پرتا سلاحت را سلاحت را پرتا سلاحت را پرتا سلاحت را پرتا سلاحت را پرتا سلاحت را سلاح و تلفن هایتان را گذارید ساعت و دستمانه هایمان را هم گذاریم برادر چی؟ هیچی سلاحت را سلاحت را پرتا سلاحت را پرتا سلاحت را پرتا آقای مجیر با شما گپ زده نیست چی میخوایی ابله؟ این چی خیل گپ زنی؟ بیادب در کالج به تو ادب نآموختند ما در کالج مالج نخوانده ایم خواهی نخواهی ما همین خیل گپ میزنیم آدمی دغل بوده ای بار دیگر که زنگ زدی لب جانکم میگویم این به تو معقول میشود ها؟ حاضر به تو یک سوال دوست داشته در دست ماست مردنش رو دیدن میخواهی یا اینکه نمیخواهی؟ تو ما رو دیوانه نکن تو رو از گلو یک بوخه میکنم دخترها رو سرده اونها رو من حاضر به آنجا می آیم با من هرچی خواهی کن خواهی پران خواهی عذاب ده لیکن دخترها رو سرده اما جوابی سوال من این نیست مایلش حاضر می آیم
تو تنها نبیا. آن دو رفیق دیر صورتت هم بیاین، وگرنه هم ناسیه و هم سنم و هم فاطمه میمیرن. فاطمه؟ فاطمه رو هم ربود است. به من گوش کن ابله. با اونجا بیایم تو رو خام و خام میخورم. همسرم رو سرده. شما آدمانی عجایب هستید. همسرت رو دیدن خواهی و اینجا باید بیایی، البته که به سلو. اگر نگذاریم دختران رو میکشانه که. خدایا این آدم اگر به دستم افتد میدونم چیکار کنم. چه؟ سردارم چه ها میگویید؟ فاطمه رو هم ربوده است؟ او دیوانه است، وحشی است. آخر از ما چه میخواسته است؟ فاطمه رو هم ربوده است. بلا زند. نه سردارم، آنها رفتند. خدایا چی کار میکنیم؟ مالش بعد باز زنگ میزنیم. ایست چی کار میکنی؟ خون دادی. کم احتیاط کن آخر. این رسید را باید یابم سومن، باید یابم. حالا کمی صبر کن. با این احوال به هیچ جا رفتن نمیتوانی آخر. چی خیلی صبر کنم؟ او همه این نزدیکانمان را یک را بوده است. تو صبر کن میگویی؟ خب مالش را به کجا میروی؟ نمیدانم. از بهوده در اینجا نشستن دیرم میکفد. مرا هم. با یگان کس گپ زدید؟ پلیسا بیانات‌های همسایه‌ها را میگیرند. یک تاش دیده بوده است. با خصوصیت‌های ماجر موافقت میکنند. او زنده است. او زنده است. کاری کنید نمورد. در حال به بیمارخانه برید. این آدم به ما لازم است. لبای سردارم. چی کار کردید؟ با ظریف با خورده؟ در اینجا کسی نیست. خدایا اینها کجا گم شدند؟ یکان نشانه نیست. تنها یک لختکی هست و خلاص. شاید این بازیه باشد سردارم. انشاءالله این خیلی نبودگی است. چرا آنها شما را منتظر نشدند؟ خیر یگان خبر که گرفته در حال به من زنگ زنید. فهما؟ خدایا پروردگارا این چه خیل امتحان. این آدم برای ما یک دردی سر شد. اوه خوش آمدید. مرحمت. سلام. کارلوس با ما یوری ده. از اینجا خلاص میشه. صبر کن. زنم چی کار میکنی؟ نمیبینی چی کار میکنم؟ اکا ظریف پدرم چی خیل است؟ شکر خدا پدرت خیلی خوب است. راستش رو میگوید همین خیل نه؟ براستی خوب است نازیه، خیلی خوب. اکا جان مرا به نزد پدرم برای دل تیموز برا خیلی پزمان شدم. مایلش جانکم، مایلش دخترم، تو غمگین نشو. انشاءالله از اینجا میبرید. باید کمک طاقت کنیم. مایلش صحبتتان که تمام شده باشد با کاری اساسی عمل میگذاریم. دهانشان را بندید. ها مرد ها ایستم. اینها را بندید. آوازهایشان دقل به عصبی کس میرسند. من تو را میکشم ابله. تو انیق به دستم خواهی افتاد. تو مگر رحم نداری؟ آیا از خدا نمیترسی؟ من کله تو رو میکنم حیوانی بیناموس. بله آرامشان گفتم. میزی منها کمی پرهیجان است. و زنها می‌نگرند. آنها بهد آرامند. نام بازی ما رولتی بتاله. مقصد بازی آدمی بی‌طالع ترین را انتخاب نمودن است. بازی خیلی ساده است. دخترها آرام شد. انشاءالله شما را از اینجا خلاص میکنیم. نکن نکنید ابله نکن
بزنم نرسابلا سرگه میگویم سرگه میگویم بابا این نرس گفتم نکن ماجی خواهش میکنم نکن نکنم لا ماجی نکنم لا نکن این کارو نکن ماجی نکن ماجی یگون جای ترس نیست. حالا که پخش مستقیم آغاز نشده است بازی را هم آغاز نمیکنیم. برای نمایش آماده هستیم؟ آماده ایم اکا. آرام شو. علاقه که تیار شد خبر دهیم. مایل شد. من چی خیلم؟ اولی جان او بکا. از کارلوس یگون خبر نیست؟ نه نیست، افسوس که نیست. عملیات تمام شده است. دکتر کمی پیش برآمد. بخیر است. احوالش چه باشد؟ خوب است، شکر خداوند. خدا را شکر. کمی بعد به خود آید می برآوردند. سومن ببخش که من خودم را داشته نتوانستم. مرا ببخش. هیچ گپ نه. این ماجر چی کار کردن است نمیفهمم. علامهای دیدرش را به ما هم دادن میخواهد. از این را دوستداران و نزدیکان ما را عذاب دادن است. پس چرا ما را عذاب دادنی نیست؟ شاید دوست داشته نداشته باشی. دوست داشته دارم. درسترش داشتم. پس کجا شد؟ او نخواست. شاید تو نخواسته باشی. او را از همه چیز دنیا بیشتر دوست می داشتم. شاید به او یک شانس دیگری میدی. محبت ما مثل دیگران نیست. به بعضی ها شاید گران آید. از این رو مجبور کردن نمیخواهم. در جایی که من به وای رسیدم یک مقال هست. اسب را برای یک بار افریدن سرش را نمیبرند. همه کس حق فرصت دویم را دارد به فکرم. وقتی که اکای صالح را در آن حال دیدم فکر کردم که من میتوانستم به جای آن باشم در این دنیای گروزه. عارف مرا ببخش، خطا کردم، به تو ناسپاسی کردم. سومن اکی صالح احوالاتان چه خیل؟ لطفاً به ما رو خسته نکنید. نوکک به خود آمد. نازیه دخترم حاضر می آید اکای صالح، خواطر نشوید. اکا برای نمایش کم ماند. 5 4 3 2 1 سانم با ما زنگ زد. یک تلفن یافته است. گفت که نازیه خوب است اکا. خدا را شکر.
کاش آوازش رو هم میشنیدم. انشالله اکا انشالله. اینش باز چی؟ زنگ ویدیویی؟ خدایا مهاجر؟ خودی خودش عارف چیا داری؟ تو را که کشتم حالم خوب بشود بشرف. لیکن تو این خلکنی مصلحت ما نمیپذیر. در اینجا آدمی بسیار است. کی هست در اونجا ابله؟ گبزن کی هست؟ عارف چی شد؟ شما آرام باشد اکای صالح. ببین همه همینجا فقط تو نمیرسی. میآیم البته میآیم ابله. اگر با آنها یکون چیزی شود دلت را میکنم. فهمیدی حیوان؟ چه شد؟ به نازیه یکون واقعا روی داد عارف. نازیه خوب است نازیه خوب است اگر خاطر نباشید. خدا جزایت را دهد خدا جزایت را دهد. حالا با شما بازی رولت بیتاله را نشان میدهم. با دقت باشید. ماجیر دختر را سرده. او را سرده مرا فرمان. ماجر تو این کارو نکن. ماجر سرده این دختر کارو را نکن. دیوانگی نکن. سرده نکنین کارا. نکنین کارا التجا میکنم. التماس نکنین کارا قربانت شدم. نکن. آرام شو. ماجر کودک است. ماجر رها کن دختر را بشرف. سرده او را سرده میگم زینهار نپران. سرده کودک را. تو میگویم به من هم نشان ده. اکای صالح شما نبینید خواهش میکنم شما نبینید. عارف کنی ببینید حاله دختره که ما چیون است. عارف آن را به من نشان ده. اکا جان شما نبینید بهتر است. عارف نشان ده وگرنه حقم را به تو حلال نمیکنم. نشان ده به تو میگویم. نازیه دخترم. او پدرش هم همینجا بودست. اکنون بازی باز هم شرق آوردن بشم. الله میکنم دخترم را سرده. خواهش میکنم دخترم را سرده. خوب ببینیم دخترت چیه تاله دارد. خدایا خداوند به من یاری کن. خدایا خداوند مرگ دخترم را به من نشان نده. خدایا و دخترچه کاردار نشو. از برای خدا نپران. نکنین کارا. ماجر این کارو نکن. او کودک از ماجر. حالا باشد زیر میکنه. رحم کن. ماجر ماجر این کارو نکن. از برای خدا. ماجر نکن. ماجر التجا میکنم نکن. دختر بطاله برآمد. اگر این سیلا را به دهان خودت گذاشته
تیر دولش را خالی نکنم، تیرهای آن را یک یک نپرانم. نام من کارلوس نباشد، شنیدی ابله؟ حالا باشد نوبت طالع دیگر رو میسنجیم. به من گوش کن، به من گوش کن. به شرف به ایمان تو مرا دیوانه میکنی. قسم میخورم اگر به دستم افتی چنان عذابت میدهم که خودت به مردن راضی میشوی. میفهمی؟ این مسئله را بدتر گپ میزنیم. کنی ببینیم نوبت کیست. افلسون را پرس کردم، بالای سر نهادم، یک دروغی هم گفتم. دوم قرآن مثلا برام و طالع بوده است. ماجیر بس کن ماجیر، این کارو نکن. من دیوانه میشوم. تو چی در داری ها؟ تو چی در داری بیناموس؟ چی در داری؟ از این آدمانی بگو چی میخوایی؟ چی میخوایی تو گپ زن؟ در اینجا چی گپ؟ ماجر بچه ها رو بدام افتاده است. آنها هم در دست است. چی ها میگویی عارف؟ خودتان بینید سردارم. یا خدایا، من از تو التجا میکنم. من از تو همچون انسان التجا میکنم. دختر را سرده. شما با دادن من رحم نکرده. نکن از برای خدا نپران. نکن. خون به خون، گناهگار بیگناه برای من فرق ندارد. گناه یا چیز ماجیر؟ نکن ماجیر نکن. خواهش میکنم ماجیر نکن. ماجیر این سوکار رو نکن. ماجیر این کارو نکن. خواهش میکنم ماجیر این کارو نکن. اگر علم در ثریا باشد، بیشک مردان از اینها آن را به دست آورند. این حدیث پیامبر اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است و آن را در حالی گفت که دستش بالای شانه سلمان فارس بود. درستی سخن پیامبر خدا را در خدمت اسلام کمر بستن ابرمردان از نیاگان ما به مثال امام بخاری، امام نسائی، امام ترمذی، امام اعظم، امام غزالی، امام ربانی، ابن سینا، جلال الدین بلخی، شیخ سعدی، خواجه حافظ، میر سید علی حمدانی، جامی، بیدل و دیگر ستاره های درخشان و راهنمای آسمان عرفان اسلامی و تمدن انسانی به اثبات رسانیده جهان معنوی اهل بشر را منور ساختند. آینه عبرت. یار مردان خدا باش. استودیوی همصدا با مقصد رشد معنویات مردم و آموزش حیات عبرت‌آموز بزرگان هر هفته پارچه را از حیات آنها پیشکش شما خواهد کرد. همصدا، همصدای دل شما.